شما الان نها کنین این شکم چندمه؟ شکم اوله؟ شما الان این داشتیم اینو معاینه میکردیم، این داشت میپرید روش، این بهش میگن حالت فعلی اینا، ولی ما الان تو این ترشحاتی از این نمیبینیم. زمین که خانم میگه که چند ماه تعلیق شده؟ 3-4 ماه. ما تو 3-4 ماهگی تو بعضی از گاوهای ماده داریم که یه پرش‌های حالات بازیگوشانی اینا داره، اون چیز صرف که بگه الان فعال شده نیست. حتما باید دوباره یک تست آبستنی بکنیم ببینیم 3-4 ماهش آیا به خاطر همون تغییرات هورمونی یه پرش‌هایی داره هست یا که نه واقعا مثلا فعله. اگه آبس بود جدیش نگیر، ولی این ترشحات نداره، ممکنه اوایلش باشه یا اصلا آبستن باشه، صرف فعلی صرف پریدن رو بدن گاو دیگه ای دلیل بر فعل بودن نیست. باید حتما دست بشه، چون شما میگید 3-4 ماه تلقیح شده ایشون. بسیار خوب. این گاو الان داشت میپرید به این گاو مریض، من اول گفتم فعله، بعدشون گفت 3-4 ماه تلقیح شده. باید ببینم حالا این مشکل رفتاریه که تو این 3-4 ماهه معمولا گاوا نشون میدنه یا اینکه نه. این آبستنه، آبستنه. پس نگاه کنید با یه توش رکتال متوجه میشه، ولی اون حالت پرشش مال فعلی نیست. آره. خیلی نیازی نیست که چیز کنید.